بزم رفاقت، راوی رازهای پنهان. سلسله موی دوست حلقه دام بلاست. هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. گر برود جان ما در طلب وصل دوست، حیف نباشد که دوست‌تر از جان ماست. سلام خدمت تمام شما بیننده های عزیز و علاقمندان برنامه بزم رفاقت. برنامه بزم رفاقت یک برنامه کاملا خودمانی است. قصه ها می داشته باشیم، روایت ها می داشته باشیم از تجربیات و از دوران مکتب و دوران محصولی و دوران کار. امروز در برنامه یک کسی همراه خود داریم که هیچ نیاز به معرفی نداره. آدمی است که همه ما شما میشناسیمش. اولین کامنتاتور افغانستان که مسابقات کرکت افغانستان مهمان خانه های ما شما ساخت. با لهجه و با صدای زیبا و شیرینش ما شما را کرکت فهمان بر ما شما معرفی کرد. او کس نیست جز ایمل شیرزاد که ما یک مدت چی که تا امروز همکار هستیم و از تجربیاتش در رابطه با رسانه‌ها که کار کردن میخوایم بفهمیم در این برنامه و ببینیم که ایمل شیرزاد چگونه ایمل شیرزاد شد و رسید به لقب اولین کامنتاتور افغانستان در کرکت. شیرزاد صاحب خوش آمدی به برنامه. سلام الیاس صاحب، لیدونکو ته تاسو ته یو ځای وسره او نن په خپرونه کې مې یو ځای یو ډېر خوشحالۍ ځای دی چې خبرې اترې قصې وکړو. قصې چې زموږ لیدونکو سره غواړو شریک کړو د همدې خپرونې له لارې. بسیار خوب بسیار خوب. شیرزاد صاحب، اگر از دورانی که مکتب کجا به پایان رساندی، دوران مکتب چگونه بود؟ شوخ بودی یا آرام بودی؟ کس از دست راست داشت نداشت؟ در این باره اگر کمک بر ما معلومات بدی. و در پهلوی از این بگو که از کدام ولایت افغانستان هستی و در کجا متولد شدی؟ ما الیاس جان، ما متولد کابل هستم. خب ما از ننگرهار هستم. ننگرهار. شیرزاد، خود شیرزاد. ولسوالی شیرزاد. و ما در چند ولایت افغانستان تقریبا جلابات و یک کم مدت پاکستان و کابل زندگی کردیم و تمام اینجا خواندیم. دیگه از هر دوره خاطره است. از پاکستان که ما درس میخواندیم، در جلابات که ما درس میخواندیم، در کابل که اومدیم درس میخواندیم و او زندگی ها و متفاوت قصه هایی که با او دوره چسبیده و ربط داره بسیار قصه است. خب دوره پاکستان گفتی، از هر دوره من خاطره دارم. پاکستان چه هست؟ پاکستان چه خاطره داری؟ اونجا مثلا مکتب خوندی، مدرسه خوندی، چی کردی اونجا؟ قصه از پاکستان وقتی که دوره نجیب جنگ شد و در کابل ما زندگی میکردیم، ما بسیار خرد بودم وقتی که ما پاکستان رفتیم. خوشبختانه بگوییم که مردم ما زیاد مهاجر شدن، بسیار زندگی های سخت داشتن، بسیار مشکلات و کمپایی که میدیدیم، کمپ کچگره و جایا. ما خوشبختانه وجود امکانات خوب داشتیم و رفتیم وجود زندگی خوب آغاز کردیم و در پالی ازی درسای در مکتبای بسیار خوب پاکستان ما در ارتباط زندگی میکردیم. اول یک کم مدت موجه درس خواندیم. خود ما او وقتها که خیش و خام و دوستا و بچه ما، کاکا و ماما اینا رو میدیم در جایی که زندگی میکردن و درسی که میخواندن و مکتبا و چیزا رو که میدیدیم، باز ما خوش میبودم. ما گفتم برو مکتب، ما خوب است، ما درس میخوانم، در موتر میرم پس میایم. و بس وقتی که پس دوستای خودم میدیدم یک جای بسیار خراب زندگی، مثلا در کمپ خیلی ما بود، یک خالی ما زندگی میکردم اینجا. او را که میدیدم بسیار به یک وضعیت دیگه. خب باز زیاد ما در پاکستان نماندیم دیگه باز آمدیم جلال باز اوجد یک دوره دیگه آغاز شد دیگه. خب اینا رو قصه که در جلال آباد چی کردیم؟ جلال آباد ما آمدیم اوجد باز یک دوره دیگه آغاز شد، یک سلسله مشکلات زندگی پیدا شد و بعد از مشکلات زندگی، مشکلات اقتصادی و تمام چیز یک دفعه دنیا تغییر خورد. همه چیز بسیار یک سطح بالا پس پایین آمدن، یک تغییری بسیار سخت بود و او لحظات هر روزش یک قصه بود و
او وقتایی بود که ما امیدهای زندگی را از دست داده بودیم و فکر میکردم که چطور شد که الان فکر کن یک خود از این میتونه یک الهام بسیار خوبه برای جوانای امروزی باشه که با وجود که همه درها بسته میشه چطور میتونه دروازه موفقیت آدم برای خود باز کنه و هرگز ناامید نشه. نو دی وخت کې مونږ درې ورونه یو. زما مشر ورور میرویس نومیږي، اوس په امریکا کې ژوند کوي. زما بل ورور د نورالله نومیږي او زه کشر یم. خورتر از هم هستی. خو یو احساس ما په وجود کې دا و چې مونږ څنګه خپل کورنۍ ته خپل ژوند ته تغییر ورکړو. بدون شک. د هر طرف کوشش، د هر وخت د مکتب په دوره کې ما به چې د وړوکي یو خوا بل خوا د کار پسې منډې وهلې، ما ته زمونږ د کورنۍ د ماحول کې زما ماماګانو هغه به ویل چې ته وړوکی هلک یې ته هېڅ شی نشې کولی، او دا خبره زما نباید دیگه آدم کسی را دست کم بگیره. او وایي چې نه کېږي. زما مشر ورور ډېر زیات لایق و، په مکتب کې عمومي علم را و، په پوهنتون کې بیا عمومي علم را و. هغه به چې کله هغې وخت کې د انګلیسي درسونه ویلې چې چا به ښه انګلیسي نه پېژندله، او کله چې بیا نوی حکومت راغی هغې کې هماغه اولین کسان نه وو چې هغې به وظیفه واخیستله. خو د هغې لپاره هم داسې خلکو یو هغې ورځ ویلي و ځان سره چې زه په امریکا کې درس وایم. نو دا خبره زموږ په کورنۍ فامیل کې، زموږ په دننه کور کې نه، زموږ د خپلوانو کې د خلکو د رشخندي او د ټوک سبب وګرځېدله چې میرویس څنګه کولی شي چې امریکا ته لاړ شي بیا هلته درس ووایي. ځکه چې ستاسو ټول به ویلې چې ستاسو حالت خو اوس دومره نه دی چې تاسو داسې وکړئ. خو هماغه و چې کله چې یو 4-5 کاله دا ژوند ډېر سخت تېر شو، ډېر زیات مشکلات و. زما مور یو ډېره مبارزه ښځه وه. زما مور زموږ د ژوند د کامیابۍ لپاره زموږ تر څنګ ډېر کلک ولاړه وه. کومه قرباني چې زما مور ورکوي او زما مور ورکړې ده زموږ د ژوند لپاره، پلار مې خو زموږ مور بیا ډېر زیات زموږ سره ډېر زیات کوشش کړی. مادر از دیگه هغې موږ ته دا انرژي راکړله چې موږ هېڅ شاخه کارونه ونه کړو، موږ مزدوري ونه کړو، موږ سخت کارونه وکړو، موږ فقط یوازې خپل درس ووایو، موږ خپل مشکلات حل کړو. ټول مشکلات هغې په ځان باندې منول. د کور مدیریت ډېر سخت وي چې مور هغه مدیریت کوي. نو هغه وخت بیا چې موږ درسونه ویلې، زما مشر ورور اولین کس و چې کله خپل حالت ځوانۍ ته ورسېدلو، هغې وظیفه واخیستله، کار واخیستلو، بیرته زموږ کاروبار بیرته شروع شو. زموږ د افغانستان نه بهر هم په اوکراین کې زموږ پلار هلته په مشکلاتو کې ډېر سخت ګیر و، هغې هم بیرته کاروبار شروع کړو. د ژوند سطحه بیرته بدله شوله. داسې شول چې یو وخت ما فکر کوم چې زه کاشکې یو بایسکل ولرم. خو یو وخت داسې بدل شو چې دا موټر اخیستل او دغه شیان هم ډېر عادي شوي وو چې سړی کولی شي. نو د ژوند بیا هغه بعضې خاطرې دي چې سړی نشي یادولی، کله چې را یاد کړي د سړي اوښکې راځي. او کله چې کله زه مور سره کښېنم، زه ورته وایم موږ مور ته ابۍ وایو، زه وایم ابۍ هغه ورځ په یاد ده چې موږ تاسو په ژوند کې داسې مشکلات لرل چې د هیلې ختمې وې، ارزوګانې ختمې وې، او د ښه ژوند کولو لپاره هر څه موږ له لاسه ورکړي وو. نو هغه کله کله قصې زه مور سره کوم، او اوس وایم چې شکر الحمدلله چې الله پاک انسان باندې داسې امتحان نه راولي چې هغه دایم پاتې شي. او د الله پاک نه شکرګزار یو چې ژوند ډېر ښه روان دی. او هغه د یو سختۍ یو دوره وه چې ما په ژوند کې هماغه سختي لیدلې وه، او ډېر څه مو نه زده کړه. بدون شک من از یکی از فکر کنم یکی از مصاحبه را دیدم، نمیفهمم خواندمش در یک جایی ازش، یک کسی بسیار مهم بود، یک کسی که توانسته بود بسیار خوب در جهان مطرح شود. از این پرسان کردن که مدیر برنامه‌ات کی است؟ سعی کرد گفت اول خب مدیر برنامه ما در عالم بساط دنیا خداست، در عالم بساط معنوی خدا است، ولی در عالم بساط دنیا مادرم است. خب از این بگو در مکتب شوخ بودی یا؟ الیاس جان در مکتب شوخ نبودم. ما یک برادر دیگه، ما نورالله در یک صنف درس می‌خواندیم و در مکتب هم مخورترین شاگرد و ضعیفترین ما بودم در سن سال و در وزن و بادی، و ما زیاد شوخ نبودم و در درسم بسیار زیاد لایق نبودم. ما که متوسط بودم. متوسط بودم. نورالله از من لایق بود. امتحانا یگان نقل بر من میداد. و در مکتب فقط ما در کارهای فرهنگی از طفولیت ما سر تیم ترانه بودم. او وقت صدای خوب داشتم دیگه. مکتب ما هم صدایت مقبول نه، با ترانه و چیزا که میخوندم. اونجا وقت چی بود؟
وقتی که در مکتب بین مکاتب یک برنامه بود، بسیار یک برنامه کلان، باز مکتب ما اول شد. اموجه که می اولی تیم ترانه را ما موقعی که ما گرفتیم به مکتب بسیار یک جای افتخار بود. وقت بسیار امکانات کم بود، ما سر زمین میشتیم، فرش هم نداشتیم، ما درس میخواندیم در کل سابقه هم دیگه. او وقت اولین دستاوردی که ما گفتم ما میتونیم که برنده شویم دیگه. امو وقت من سر تیم ترانه بودم و یک تیم بسیار خوب داشتیم دیگه. از موجب کارهای فرهنگی دست میزدم، استاذا مرا زیاد دوست داشت. هیچ وقت ما در مکتب لت نخوردیم. من میفهمم که در مکتب لت نخوردی. خب دوران مکتب از هر کس وقتی که همسنفی ها حسادت میکنه با همسنفی دیگری خود که لایق تر است نسبت به خود از او، تو وقت شده که از پیش همسنفی لت خورده باشی و باز قصیری خوانده باشی، زورت هم نرسیده باشه و خورد بودی نظر به گفته خود جسامت خورد باشه، باز قسم کرده باشی که من کلان شدم در قصد میگیرم. بود یک وقت شده؟ نه ما یک بار با وجود که من میفهم نورالله هم داشتی در پلیت ازت چیز میکنه. ما یک پدرکلان ما بود، پدرکلان ما یادم بود که هر وقت می آمد سر پدرکلان طرف مادری است، طرف پدر نبود دیگه. او هر وقت می آمد، او یک خودش یک سمنسه بود دوره خود، او می آمد پرسان ما را زیاد میکرد. یک شاگردان میترسید و غرض نمی گرفتن. و از یک روز بین دو گروه در صنف بود جنگ خیست. ما ضعیف بودم، ما بودم یک بچه مامای ما بود و برادرم بود نورالله بود پالیم دیگه. جنگ خیست دیگه، یه چالش شد سبب جنگ ما شماست دیگه. بیخی دیگه سرناسازی شده دیگه. ما از کل شو تشویش دارم که جنگ میخید. نورالله که بود قوی بود و جنگیم بود در بین ما. ملت نخواد ما میترسم که لت نخوره که یک وقت سبا شد تایم جنگ ست شده بود که پیش از درس مکتب دیگه جنگ که شروع میشد. فیلمو که باتموش بچه فیلمو میخواد که تایم برش میتونه دیگه امی کلگی امی دل ما که بود امی بیکار بر من انداخت میگه تو خود است جنگ نکن. بیکار بر من انداخت. ما بیک نگاه میکردم دل ما میشد که یک طرف بوکس میخورد، دو طرف بوکس میخورد، از دو طرف جگرخون میشدم که ما چرا بعد از که جنگ شد باز ما خانه پدرکلان ما گفتم ما در مکتب جنگ کردیم و این جنجال کلان شده. باز آمد باز پس آشتی کرد ما را. اونمو یک ترس داشتم که جنگ خیست. یعنی دیگه تو وقت نشده که پیش خود یک قصد کرده باشی که به کلان شو میخوایم قصد بگیریم، قصد از واده بگیریم بس پیش از نه ولی در مکتب نشده. ما صنفیای ما را زیاد دوست داشت دیگه. ما را کلگی ناز میداد. صنفیای ما از مکتب کلان سالم شاید ما را ببینه دیگه و هیچ وقت چی نمیکرد، زیاد ترحم میکرد و میگفت که خود خورد استی در مکتب کرده صنف ما دیگه. حال کس ما خواهی چه امکان نداره که در دل بر کس که نداشته باشم. بسیار مردم هست که در دل میگیره و من نمیخوایم که در دل داشته باشه. میگه زمانی که ما خودت روبرو شدیم یادت می؟ بله او یک دوره دیگه بود که ما شما در جای بسیار بزرگ کار شروع کردیم و خوب وقتا بود. یکی از خاطرات دوران ثبت برنامه ها یا دوران کارتان که مثلا بسیار جالب بوده باشه و خودت تا امروز بر کس نگفته باشی و مثل یک راز بر دل خودت مانده باشه، اینمی جاش است که اونمو را بیان کنی. اگر کسایی که داخل هستن آزادانه میتونی گفته کسایی که در فیسبوک یگان پیام مایا یگان چیز میزنن تگ میکنن تگشون والا از دور گذشته در شروع بسیار یک خاطره بسیار جالبی بود که دیگه خاطرات داریم باز قصه میکنیم. خب در شروع وقتی که ما داخل کمپانی شدم، یک کمپانی بسیار بزرگ بود و ما مثلا امروز برای ما زنگ زد میگه که بیا در ایجاد باید کار کنی که ما ایونت کرکت بار اول از افغانستان نشر میکنیم. امروز آمدم سی وی میوی چیزا داشتم موجه قرارداد کردم رای ما میگه کار شروع کن. 2 روز بعد مسابقات جام جهانی 2010 شروع میشه. شاو دیگه برنامه شیشتم 8 ساعت 2 بازی بود که 8 ساعت 10 ساعت تقریبا در بر میکرد. 10 ساعت ما گپ زدم. 10 ساعت بسیار حیران ماندم 10 ساعت چطور ما گپ بزنم. و مسابقه با از طرف شاو بود. یک وقت دیگه صبح که استودیو میبریم که میبینیم صبح شده. صبح دیگه دفتر بخش اداری و تمام منیجمنت ما را خواست بسیار تشویق کرد. میگه آفرین بار اول بود که 9 ساعت برنامه لایو یک نفر تنها پیش ببره. واقعا کار دیگه خب این که دیدم ما گفتم خب کار سخت شد. 1 شو نیست 2 شو نیست 1 ماه از مکمل رشتو کنی. باور کو الیاس جان که
ما به خاطر از اینکه به مقام برسم و به اهداف خود برسم و بر مردم خود ثابت کنم و مسئولیتی که ما گرفته بودم بر مردم برسانم، یک ماه مسلسل ما شب تا صبح ما خو نکردیم. روز 1 ساعت 2 ساعت اگر ما کم خو میکردم در یک اتاق خودم انداختم. یک ماه بعد خانه ما جلابات بود، یعنی کرکت که خلاص شد، دمی دریور زنگ زدم گفتم بیا مرا برسان، دمی سیت پیشرویی که تو خو کردیم سر خود نفهمیدیم تا خانه که رسیدیم مرا بیدار کرد. میگه بخی بیخی فکر کردم یک ماه بسیار مشکلات سر خود تیر کردم و او هر روز که سر ما تیر میشد هم برای ما انرژی و امید میداد، هم بخوی مرا خطر کرده بود که در بین از برنامه یک روز دمی تو برنامه لایو شدیم دیگه، پیش روی میمانان پالی ما است مردم گپ میزنم دیگه. دمی برنامه دیگه سرم زوف آمد افتیدم از دست بخوی که افتیدم دیگه نفهمیدیم. مرا شب خانه برده پس که اومد مسابقه کرکت خلاص شده بود دیگه. او یک جالب بود دمی شروع که آمدم و او کمپانی بلد نبودم زیاد، اول مشکلات داشتیم باز پسند دیگه کار کردیم پیش رفتیم. چطور خودت تونستی یک ماه را منیج کنی با وجودی که تجربه نداشتی، با وجودی که اصلا با گفته خودت کمپانی بسیار بزرگ بود، با پالیسی از اون کمپانی خودت آشنایی نداشتی ولی با وجود از اون موفقیت داشتی و موفق شدی و در شب اول باعث شد که همه از خودت تعریف کنن. پیش از الیاس جان در سال 2006 اولین کار ما در تلویزیون ملی افغانستان ما شروع کردم. ما و مختار لشکری از یک برنامه شروع کردیم. مختار لشکری یادش بخیر در تلویزیون ملی. پیش از این مختار در یک تلویزیون دیگه هم تمدن بود که کدام تلویزیون بود کار کرده بود. سال 2006 ما در یک بخش آغاز کردیم. فکر کنم در تمدن بود. ما وقتی که آغاز کردیم راه فردا کدام تلویزیون بود امیر رقم. ما آغاز کردیم اونجا یک بخش نوش آغاز شد به نام بخش گروه ورزش. گروه ساخته شد، تیم ورزشی ساخته شد که در اون گروه مختار لشکری بود، ما بودم، شکیب دوست بود، رانا نورستانی یک همکار ما بود، شکیل علی زاده یک دختر بود امرای ما کار میکردن. ما یک گروه ساختیم و اموجا ما یک اینستیتوت ما درس خواندم، باز اموجا آمدیم امتحان دادیم کامیاب شدیم و سال 2006 اولین جام جهانی 2006 که شروع شد از تلویزیون ملی نشر شد و دمو شو اولین شو بود که ما خبرهای ورزشی گفتم و خبر ورزشی بسیار ورزش یک بخش تخصصی است. بخش خبر ورزشی نوشته کردن خبر ورزشی بسیار تفاوت‌های دیگه خبرها داره، یک سلیقه خاص داره و ما از اونجا شروع کردیم تا 2 سال یک و نیم سال ما در تلویزیون ملی کار کردم. باز رفتم ننگرهار اونجا با یک کمپانی دیگه بسیار یک کمپانی بسیار بزرگ بود. ما از اونجا ما تصمیم گرفتم بعد در تلویزیون ملی که بودم وقت ما اولین برنامه برای کرکت به نام ویکت ما ساختم. در حال ویکت است. اون برنامه اساس در حال است. زیاد پرزنترهایش تبدیل شد. آداب شد اون وقت ما مانده و او وقت هیچ کانتنت نداشتیم و بسیار با مشکلات اینترنت و سهولت‌ها و بسیار جای. خب ما یک ست جور کرده بودیم در اونجا یک 2-3 نفر از کرکت بورد بودن که کرکت بورد وقت نبود، فدراسیون کرکت بود. یک خانه آقایش از مسعود بازیکن‌ها جمع کرده بود، یک خانه برشان گرفته بود دیگه. بعد از او باز با امرای تیم ملی ما سفر با جیب شخصی خود ما سفر بر خود مهیا کردم با یک دوست خود ما. کجا رفتیم؟ ما امارات رفتیم. امارات متحده عرب دبی. اونجا که رفتیم مسابقات کرکت بود. مسابقات کرکت بازیکنای ما را کس ندیده بود. مسابقات کرکت رسانه و چیزا نبودن. ما یک سیستم جور کردیم. یک دوست ما به نام جاوید سلطانی بسیار یادش بخیر، بسیار یک دوست خوب است. او برای ما یک سیستم جور کرد، میگه تو از طریق تلفن کامنتری بازی را که صدا را مردم در رادیو بشنوه. و ما اونجا رفتم مایک و سیستم برای خود جور کردیم و تلفن گوشکی را و کل چیز. وقت کردیت مینداختیم و از امارات بسیار قیمت بود و زنگ میزدیم 300 بازی را گزارش میکردیم. در گراوند میشستیم در جای تماشاچی اونجا بر کامera یک کامرامن یک رفیق ما بود در بی بی سی بودم کامرای خود برده بودم و ایره ما از طریق تلفن کمیونیتی میکردیم. تمام مردم افغانستان در رادیوشان گوشکیشان بند بود، سر کردا، سر در دکان، در کار اینمی کمیونیتی میشناختم و مردم کرکت ما میرساندیم. در سال 2010 وقتی که ما تیم ملی افغانستان مسابقات داشت و بسیار مسابقات مهم بود که ما راه پیدا میکردیم به جام جهانی،
تا او وقت مسابقات افغانستان در روی تصویر نامده بود، در روی نشرات نامده بود. او مسابقات ما از طریق تلفن کمیونیتی کردیم. وقتی که ما کمیونیتی کردیم کمپانی که ما آمدم و اونا شنیده بود، به خاطر که هر روز در وبسایت ها که اون وقت بود اون کامنتاتوری نشر میشد و مردم خبر میشد. باز کمپانی ما را پیدا کرده بود که این آدم کی است که تیم کرکت رفته بود. یک چای زعفران برات من نظام باز ان شاء الله تعالی که قصه را ادامه میدیم. کم میخوری زیاد میخوری پر میخوری نیمه میخوری؟ ما هیچ وقت گلاس خود پوره نخوردیم، نیمه سایست. بس تشکر لیچم. میگم میل کن از اینی چیزا کار میگذره یک میل کو. من میخواستم از اول برات چای تعارف کنم، گفتم باش که یک حلقه گلون خوش شد. ما مختار شدیم خشک نمیشه سر این صحبت. سال 2006 جام جهانی 2006 جام جهانی کرکت 2006 خوب سه یادم من خودم هم دوران یکی از کسایی بودم که با می صدای خودت علاقه‌مند شدم به کرکت و شنیدم اما کامنتاتوری که خودت کرده بودی. یعنی اینجا من یک چیز متوجه شدم، اگر آدم بخواد موفق شوه از امکانات به دست داشته خود به بسیار خوبی میتونه استفاده کنه تا خود به موفقیت برسونه و خودت یکی از او الگوهای بسیار بارز و بزرگش هستی. خاطرات از دوران کار با ما چی است؟ چی داری؟ چون برنامه اونجا خب کلش سراسر خاطره است و میفهم هر روزش و هر لحظهش خاطره است. اگر کدام چیز داری بدون که فکر کنی کامرا در خدمت. یکی از افکارهای من نامش نمیگیرم. ما تازه آمده بودم دیگه پشت کامپیوتر شده بودم، یک نفر همکار ما بود یادش بخیر نامش نمیگیرم، برای ما گفت خود که بیادر تو خونه آمدی ایمیل داری؟ ایمیل دفتری بر جور کردم. اونجا ایمیل دفتری بر کلی جور وقتی ما دارم میگه کمی معلومات بر روان کردیم نا اومدی یا دردت میخوره. ما اونو یک چند لینک از وبسایت ها را روان کرده بود. وقتی که وبسایت ها را باز کردم دیگه تمامش خبرهای کرکت بود و عکسای ما بود که تیم کرکت و چیزا. ما گفتم بیا معلومات که روان کردی خودم در میدان ما بودم دیگه نیاز نیست که برای ما این معلومات روان کردی. شما چرا مگه تو فکر میکنین که یک آدمی که نام میاد شاید چیزا نمیفهمه. باز که از روز اول باز که تا آخر کتش جور نبودم. جور نبودم. اونم خوش نداشتم اونجا باشه. با برنامه IPL هم یا IPL بدانی؟ لیگ برتر میگی؟ لیگ برتر افغانستان. یا APL بودن. برنامه APL هم اولین کامنتاتور بود که فوتبال به زبان پشتو کامنتاتوری کرد و خیلی خوب بود. باز بعد از اون دوستای دیگر آمدن و مطمئن هستم که از این دوران هم خاطرات بسیار جالب و خوبی هم داره که بعد از یک وقفه کوتاه دوباره او را باز به این باره همراهشان گپ میزنیم. آیا به دنبال یک برنامه جامع معلوماتی هستید؟ آیا می خواهید از 0 تا 100 پیشرفت بشر را زیر ذره بین ببینید؟ آیا سوالهای مبهم در ذهنتان درباره تکنولوژی، ساخت و ساز، هوش مصنوعی و تکنولوژی طبی مانده است؟ پس با ما باشید در برنامه آگاهی. برنامه آگاهی پل است میان شما، علم فناوری و پیشرفت بشریت از دهه‌های اخیر تا امروز. آگاهی 4 شنبه شب‌ها ساعت 8:30. برنامه آگاهی. بزم رفاقت، راوی رازهای پنهان. از دوران ایپل چی خاطره داری شهرزاد صاحب؟ من میفهم خاطرات بسیار زیاد است. والا او برنامه‌ای که آغاز میشد یک برنامه بسیار بزرگ بود. تصور میشد که چگونه سر از این برنامه کار شود. ما فکر میکردیم که چی رقم باید مدیریت شود. وقتی که کمیونیتی گفتن که کمیونیتی پیش از این یک مسابقه افغانستان پاکستان هم برگزار شد دیگه. یادم میاد 3-0 بردن. 3-0 بردیم. ده اونجا دیگه جالب. بسیار یک روزه که خوب نبود. بسیار یک روز جالب بود. باور خود در زندگیم یکی از خوشحالترین روزایی که بود اون بود که ما پاکستان بردیم.
و جالبش این بود که داکیومنتری باکس بود. یادش بخیر امان الله قیصری، سمیم رهنورد، اکبر توتاخیل، ما بودم. یک وقت شد که انمی جای بود اکبر توتاخیل نام خدا خیر کمیونیتی باکس خراب شد. وقتی که خراب شد دیگه ما 4 نفر اومدیم نمی کمیونیتی باکس یک دانه و اوجا 2 نفر زیاد جای نمیشد. باور کو اوجا امو میارا و تمام چیزا در نظر گرفته نمیشد دیگه. احساسات بسیار بالا رفته بود. پالیازی که احساسات بود، کمیونیتی خودش یک احساس دیگه برای احساس غرور میکنه میته برای انسان. وقتی که دنیای کمیونیتی داخل میشی، کمیونیتی و پرزنت برنامه زمین آسمان فرق میکنه و کمیونیتی تمام صدا و ریتمای صدا و احساساتت باید چگونه باید باشه. اونجا دیگه کنترل نبود دیگه، گډوډ بود کمیونیتی را ناما گډوډ میشد. سر یک مایک جنگ بود، احساسات بود. اکبر از ما کش میکرد، ما سمیم کش میکردم، سمیم از ما کش میکرد. یک فضای جور شده بود. خوشبختی بود که ما داخل بازی باز بر بچه میگفتم که خوب است که نباختیم، اگر خوب است که بردیم. اگر این گډوډی بود، این گډوډی ما را مردم نفهمید که ما چی گفتیم، چی رقم کمیونیتی کردیم. مردم شوق ذوق خود بود. اولین تجربه کمیونیتی پشتو موجه بود که بعد از او باز لیگ برتر شروع شد. باز فضای لیگ برتر یک کم مدیریتش بسیار منظم بود و برای پشتو کمیونیتی مثل که حال برای کرکت دری کمیونیتی شوه این کار آسان نیست. مثلا برای تمام اصطلاحات باید اصطلاحات دری ساخته شود و او اصطلاحات بین مردم باید بسیار عام باشه و مردم باید زود موضوع را کیچ کنه. و ما در پشتو برای فوتبال ترمینولوژی باید ساخته میشد که یک استراتژی که چگونه چی رقم ما پیش بریم، چی باید بکنیم، کدام کارا باید بکنیم، چگونه برای مردم همین صدای خود برسانیم. سر از زیاد کار شد. سالهای اول و دوم یک کمی تجربه آموختیم با بزرگا و دوستا یگان اصطلاحات که ما نامش برش میماندیم که باید چی بانیم. اونها را که دوستا و رفیقا مشوره میکردیم. نگفتن اما در کرکت هم خودتون یگان چیزا کار ایجاد کرده بودیم. مثلا مردم همیشه شش نمیگفتن، سکس میگفتن. شما آوردین اشپگیز جورش کردین، شما آوردین سالوریز جورش کردین. حالا مان برای مردم این سرازی مسئله بسیار مردم دوا داره که رو ما آغاز کردیم. میگه دیگه ما آغاز کردیم. خصله اصلیش این است که وقتی که ما بار اول رفتیم امارات به نام هلال یاسینی یک دوست ما بود، او یک وبسایت داشتن و بسیار لایق آدم بود. از ما که کلان بودن، ما خود بودیم وقت نوجوان شدیم، شغل نداشتیم. وقتی که ما اونجا رفتیم با کمک یاسینی صاحب ما اینمی اصطلاحات ما وقت مروج شد که تلفن ما میگفتیم شپگیزه سکس شپگیزه سلوریزه دویش ما منډي مثلا بدرای سکور و رنس ما منډي شروع کردیم. اونجا می سه اصطلاح یک کمی عام شدن که باز بسیار چی شد دیگه می دعوا نمیکنیم. خب او کسایی که مثلا میگه که برای ما کار کردیم، بنیاد از این کارا رو ما ماندیم، برشان میگیم که یک کسایی بودن که نقش داشتن. یاسین صاحب یاد کردیم ما خود ما بسیار کم نقش داشتیم و اونجا مروج شدن. باز پسان دوستا رفیقا همکارا که در بخش ورزش کار میکردن داخل کرکت بورد و دیگه همکارا اصطلاحات دیگه ساخته شدن که منظم شدن. باز شپگیزه به یک برند بدل شد که یک لیگ به نام شپگیزه برگزار میشه دیگه. حالا کمیته رای جهانی وقتی که مسابقه افغانستان بشه شپگیزه دیگه او خو یک باریکی جدا است. شپگیزه با کدام انداز با کدام شیوهی که میگفتی او بسیار مهم بود که زیاد بچه تانستن زیاد نتانستن. ما خو یک نمیتونستیم خود در دل مردم ششته بود مسئله. چون نه خب امی گپ است وقتی که امی خالق یک چیز امی خودش که خالق باشه او که هر رقم تلفظش کنه او برای بیننده یا برای مخاطب مزه‌دار است. شب که افغانستان قهرمان جنوب آسیا شد چی داشتی؟ چی گپ بود؟ کجا بودی؟ چی میکردی؟ ما تو مبهوت قرار کرد دانو موسیقی چیز ششته بودم قصایل میگم. ما و قیصری صاحب در واکسایش هست. ما و قیصری صاحب در گزارش از بازی بودیم. این بازی رو ما گزارش میکردیم، در استودیو ششته بودیم و ما چندین مسابقه‌ای که تورنمنت شروع شده بود ما گزارش میکردیم. در وقت در گزارش سمیم رهنورد و اکبر توتاخیل جدا یک تیم بودن، ما و قیصری جدا یک تیم بودیم. در فاینال ما ازی بودیم، ما و قیصری صاحب بودیم
وقتی که خیساری هم یادش بخیر یکی از آدمای بسیار لایق در لایق بخش است، اسپورت واقعاً است و عالم ماشاءالله فعالیت میکنه و یادش بخیر یک دوست بسیار خوب است، صمیم و اکبر همگی. خب ما از این شتا بودیم، زیاد معلومات جمع کردیم. اونجا هم یک بازی شد که بسیار خطرناک بود و احساساتی که ما داشتیم و خوبی یکی ای بود که او بازی را سر تیم خود ما زیاد باور داشتیم و اینجا استودیو رقم شده بود که تمام امکانات ما هم داخل استودیو شده بود. اون بازی را میدن شما ما موجود بودین یا سنجر صاحبی و دیگه دوستا کلگی هم موجود بودن و ما بازی را گزارش میکردیم. اون صحنه که منصور فقیریار پنالتی را گرفت او دیگه صحنه بود دیگه. او یک چیزی بود که واقعا انرژی داد بسیار زیاد و ما را زنده ساخت. و او مسابقه را که بردیم در استودیو شده بودیم که فیرکان شروع شد. فیرکان در پشت همکارای امنیتی ما فیر شروع کرد دیگه از خوشحالی. و وقتی که بازی خلاص شد خب بسیار خوشحالی کردیم. او وقت ما یک جای میمان بودم میرفتم اموتو که در هر جای مردم جمع شدن و مرتر مردم اتهام میکنه و خوشحالی است و همه چیغ میزدن از خوشحالی. یک وقت که رسید موتر ما که رسید میخواست ما هم تا کنه دیگه اوج مجبور تا میشدی که دید دو بچه‌ها دید نه میگه تو زحمت خود کشیدی میگه تو تا نشو تو برو تو برو میگه تو را زیاد نمیکنیم دیگه. او یک شب بسیار جالب بود هیچ وقت فراموش نمیشه و او بازی را ما بارها تکرار میبینم و او انرژی بود که تیم افغانستان داشت واقعا و او احساسی که بر مردم افغانستان داد به خاطر متحد شدن مردم افغانستان کرکت و فوتبال واقعا بسیار دستاورد داشت در افغانستان. با خصوص اون گل را که گل دوم را که سنجر احمدی میزنه گل برده که میزنه سنجر احمدی واقعا برات بگم استاد شدم، احساس غرور کردم، دلم جمع شد، گفتم افغانستان برد. و جالبی بود که موضوع از اتحاد آمد و وحدت آمد و افغانستان تمام اقوام زیر یک چتر قرار داد. ما شما خب در اونجا همکارای زیادی بودیم از هر قشر جامعه بود و هر کس بود که ما شما زمان رسید که همگی از بس که خوش بودیم و گریه میکردیم یکی دیگه را بار آغوش کشیده بودیم، سرشون دستان سر در سر یکی دیگه مانده و سر دستان یکی دیگه میماندیم گریه میکردیم، از خوشی لذت میبردیم، از برد لذت میبردیم. چه خاطراتی بود میشد واقعا امو لباس تیم ملی حال ما پیش دخانه پیش خود دارم که دمو شو بعد برنامه پوشیده بودم و عکسایش هم هست ان شاء الله که او شو وقتی یاد میاد موی جان آدم استاد میشه که سر ما افغانا این رقم خوشحالی که ما هیچ احساس نکرده بودیم که مردم میکنه و او شو که هر کس دمی برنامه زنگ میزد و این پیسه مبارز تیم ملی از ما طرف ما ایر اعلان که طرف ما ایر اعلان ما گفتیم چی حال سر تیم افغانستان واقعا که ارزش داشت و همون خوشحالی رو ما تجلیل کنیم به همون شیوهش که بود. همون شو یادت میاد وقتی که از استودیو بر آمدیم من نمیفهمم شما مسیرتون دیگه طرف بود رفتین، ما خب وقتی که طرف مسیر خود می آمدیم جالب برمه بود که ما رابندی به خاطری که ازدحام موتر باشه رابندی نبود. همون گپ پیشتر خودت که گفتی دریای سرک مردم برآمده بودن و رقص و بازی و خوشحالی و چیزا، ما در رابندی با اون رقم بند ماندیم، آخر مجبور شدیم گفتیم بیا ما هم خود که از این کاروان یک جای میکنیم تا یک قسمت که یا پیش برن یک نفر در موتر باشه موتر تا اونجا بریم ما تو میریم طرف. خب ایمال شیرزاد حال مصروفی چی است؟ خوشبختی ای است که در دوره‌ای که ما برای کمپانی بسیار بزرگ کار کردیم بسیار چیزا را ما آموختیم که ما برای مردم باز کار کنیم. خوشبختانه با یک تیم قوی، یک دوستای بسیار خوب ما که پالی ما هست، خای اشرف و که یکی از مبارزین بسیار قوی در تیم خود ما، مصطفی راز و دیگه همکارا اجی سمیم و شکیب و نظیف و زیاد همکارا هستن که نامش باید بگیرم. ناصری صاحب که ما یک چند وقت کار کرد. ما یک تیم ساختیم و هدف تیم ما ای بود که ما در بخش دنیای دیجیتال و در دنیای بخش ساخت اعلانات تبلیغاتی ما یک نوآوری کنیم. پروداکشن دیگه افغانستان است، برای کلگی احترام داریم. خب چیره که باید یک ویدیوی تبلیغاتی داشته باشه برای مردم برسانیم، سر از ما زیاد کار کردیم. ما بسیار با زحمات یک
تیم یک جای شدیم و به نام نویس پینزر یک کمپانی را ایجاد کردیم که الحمدلله الان با کمپانی بسیار بزرگ ما قراردادهای طویل مدت داریم و تانستیم او انرژی که و توانی که و فهمی که این تیم داشتن اونا را کلش یک جای کنیم. نه نام خدا تو کل گیر جمع کردی زیر بال خود گرفتی دیگه کی مانده راز پیش تو است، هوتک پیش تو است، آجی سمیم پیش تو است، نگم منصور پیش تو است، خودت خب لیدر هستی و تاکم دا پولیت گرفتی شما دو نفر که یک جا شوین خودگار کلی لیم میکنین واقعا است دی تیم جور کردن. ما باید یک مسئله رو یاد کنم که اوتکس هیچ وقت فراموش نمیشه که اوتکس بسیار با ما دست دادن و بسیار با هم با روزی که ما از کمپانی را می ساختم بسیار سختی ها و مشکلاتی آدم میبینه و او با ما یک دست بودن مثل برادر واری که امرای مستاد بودن و هیچ وقت فراموش من نمیشه در زندگیام. یکی از ویژگی‌های هوتک هم است. هوتک هم شخصا خیلی خودم دوستش دارم و هر بار که سلام سلام میکنه نگفتن نمیتونم برش دم خلال خودت مثل دم جمع خودت مثل هوتک یکی از اون کسایی است که چیز ناممکن برش نیست. واقعا است. یک آدم مصمم پر انرژی، یک آدم مثبت، یک آدم پر از فهم، پر از تجربه، پر از روابط بسیار خوب. در حوزه کار خود یک نابغه است. در بخش خصوصا سلز و مارکتینگ واقعا یک آدم بسیار خاص. یک نابغه است واقعا نابغه. روابطی که داره با کسایی که هست ان شاء الله تعالی در برنامه‌های بعدی هوتکم با خود می داشته باشه. واقعا ورزش داره که صحبت‌های بسیار خوب چون حالا یک سمت نو گرفتنی به عنوان رئیس مارکتینگ فدراسیون کمیته فوتسال است نه کمیته فوتسال است که از او بابت ما با ورزش همکاری داریم. کسایی که ورزشکار هستن ورزش دوستاره اونها رو میخوایم به عنوان رئیس، چون امی لیگ برتر پارسال که گذاشت لیگ برتر فوتسال کابل خیلی خوب بود، بسیار خوب بود، خیلی خوب بود، خیلی استاندارد شده بود. داود 100% من میخوایم از تجربیات از او داشته باشم. راستی یادم اومد خودم کاتش بودیم، من میامدم گاه میامدم مسابقات میدیدم، خودم در اون نقش داری 100% امکان نیست که نداشته باشیم، چون برگزاری تو برنامه ها و برگزاری تو مسابقات کار ساده نیست. در پهلوی از اینکه هوتک آمد حوزه مارکتینگش بسیار خوب کار کرد و بسیار عالی کار کرد و خودت خود در پهلوی 100% موضوعات پروداکشن و چیزاش کار کردی. از این چه تجربه داری؟ در جریان لیگ برتر ما مدیریت برنامه‌های بزرگ ما آموختیم. چگونه مدیریت میشه، چگونه بر مردم باید برسه، کیفیت چطور بالا بره، کریتیویتی چطور کنی، خلاقیت سال به سال چی را باید نو کنی و بیننده چی میخواد و بازیکن‌ها چی اپورتونیتی باشه که او خود بر مردم برسانه و از این طریق بازیکن‌ها را باید مردم بشناسه. سر از یک مکمل یک برازی ما استراتژی ها می ساختیم و این را در تلویزیون‌های مختلف که تلویزیون آریانا ما که رفتم اونجا برای از برنامه سپورت و ورزششان ما یک استراتژی ابتدایی برشان ساختیم و پرودیوس از برنامه چی رقم میشه، مدیریت از برنامه چی رقم میشه، چگونه میمانه را بخوایم، چی کنیم، چی رقم مدیریت کنیم. تا 2 سال ما این را برشان برای از ما یک تغییر آوردیم. ما خوشبختی است که الحمدلله با آمدن ما در اداره یک تغییر ما میاریم و من شاهد بودم بسیار زیاد تغییر کرده بود و حال تلویزیون‌ها با مو سیستم خود روان است و تعدادی که خوب مانده شده. در این برنامه الحمدلله تجربه که ما خودم داشتم و تیم داشتن ما برش کار کردیم. در پالیزی لیگ KPL کرکت که است یک پروژه بسیار بزرگ است به خاطر رشد کرکت افغانستان. امیالی تقریبا بسیار بازیکنایی که در تیم ملی هستن از این لیگ کرکت KPL برآمدن و دی لیگ از تعدادش ما هستم و قرارداد از این لیگ برای 3 سال امرای کمپانی ما نویس پینزر هستن و این خوشبختی است که ما لیگای بزرگ مدیریت میکنیم، مارکتینگ برش میکنیم، پرزنت میکنیم، فوتسال همچنان نمی رقم در پالیزی که در بخش اعلانات تبلیغات ما کار میکنیم دیگه. یک بخش بسیار مهم کمپانی ما است و میکنیم بخیر به سال آینده بیننده شاید باشن که با یک تغییر جدید، با یک شیوه جدید، با یک برنامه بسیار بزرگ، با امکانات بسیار زیاد ان شاء الله لیگ فوتسال با برگزار میکنیم. دوستای عزیز، شیرزاد صاحب فکر کنم یک کمک ناجوانی که در حق بنده نام کل همکارای خود گرفت، همین نام ما بیچاره را نگرفت. ما هم کتشون بودیم در تمام برنامهش، در تمام کارش کتشون بودیم. واقعیت است. یادش آمد. واقعیت است.
تمام کارهایی که الیاس جان پیشتر مسئله دیالوگ سریال چی را گفتین وادی گورخا پولاد علمدار بسیار صدای تو را خوش داشتم و بغیر از صدای شخصیت همه چیز بسیار دوست داشتنی است و الیاس جان در کمپانی که ما آغاز کردیم یک نقش بسیار مهمی داشت که وقتی که یک ویدیو نریشن نداشته باشه و یک صدا نداشته باشه دیگه و یک صدای خوب نباشه و ویدیو دلچسب نمیشه و الیاس جان امرای ما یک فول پکیج کار کرد و تمام اعلاناتی که از ادرس ما برای کمپانی ساخته شد دو نقش الیاس جان داشت و خوبی الیاسی است که وقتی که ما با کمپانی کار میکنیم میریم و الیاس وقتی نام خود در هر جلسه ما گرفتیم و وقتی که میگیریم صدای خودت برش نشان میدیم که دفعه دوم کس چک نمیکنه میبینه که الیاس واقعا یک برند است در بخش صدا. الیاس جان واقعا شما یک هستی هستین در این بخش. خواهش میکنم ما شوخی کردم با شیرزاد صاحب خودش یکی از کسایی است که ما براتون گفتم که در قسمت رسانه ها در قسمت موضوعات رسانه‌ای شیرزاد صاحب آدم عادی نیست، یکی از نعمات روزگار رسانه ها است و فرد بسیار پرتلاش است، فرد بسیار آگاه است و ای که من در کنار از اینا همکار باشم جای بس افتخار به خودم است و خیلی خوش هستم از این که در جمع اینا از سالهای 2008 و 2007 کتشان هستم تا الحال شکر فضل خدا دوستی و صمیمیت و رفاقت به یک بهانه بوده و هست. موضوعات کاری کلا در جاش باشه، موضوعات رفاقت من دنیا رو به رفاقت خود نمیتونم، من عادتم است امی رفیق من برای ما آرام باشه، ما آرام باشم رفیق ما آرام است، باز رفیقم که آرام تر از ما باشه ما که از او آرام تر میشم. وقت است ما همه ما یکی از چیز خوبیایی که ما در شخصیت خودت پیدا کردم، در وجود خودت و تکسای پیدا کردم همین بود که شما به یک نحو نه به یک نحو کسایی که رفیق رسانه‌ای است میخواین کمک کنین و حداقل در آخر روز یا در حقیقی ما بتونه یک بوجه یک برنج و یک بوجه یک کارد و یک پیپک روغن هم برای خود حق حلال بر خانواده خود ببره که پاداش خیلی زیاده داره. در بساط دنیا خودش یک شخصیت است، خودش یک اهلیت است، خودش یک شناخت است و ای که در خداوند چی پاداش میده او را بر همه ما معلوم داره است و آگاه است و خودش میفهمه که چی رقم پاداش بده، ولی میفهمه که بدون پاداش نیست. دوستای عزیز یک میان برنامه بسیار کوتاه داریم، زود برمیگردیم، یک گیم جالب داریم، گیم لبخانی ببینیم که شیرزاد صاحب دیگه چی رقم است. روزگار نویسنده شنبه شبها ساعت 10. بزم رفاقت، راوی رازهای پنهان. دوباره خوش آمدین دوستای عزیز به برنامه بزم رفاقت. ما آهسته آهسته نزدیک میشیم به قسمت آخر برنامه ما و در این قسمت ما یک بازی بسیار خوب داریم که یک چالشک بسیار خوبی است به نام لبخانی که من گوشی را در گوش شیرزاد صاحب میمانم و کلمات برش میگم. اگر او تکرار کرد و یا جوابش داد برنده میشه. از 5 سوال اگر 5 سوال جواب داد خانه برنده است، اگر 3 سوال جواب داد تا که من مثلا چالش کتش بازی نکنم امکان نداره که برنده واضح شود. خب کوشش میکنم که ما برم جاز دیگه یک چیز مانده اینجا من حیران چی هست. راستی جالب است که تا حال نبود برنامه، تا حال نبود، حالا من برنده سیب میخوره و بازنده از این یک دانه یک میخوره. خوردن بسیار سخت است. الیاس جان اگه من میفهمم من نمیتونم از میالم میره بخورم میگه یک بازی نکنه نه گیم بازی میکنیم. خب باز اگه ببرم شما بسیار ظالم هستین، سعی کنید باخت بسیار یک چیز نه خب میتونی خود ترک شوی که وقتی که ببرم تنها یک دانه سیب یک چیز دیگه میمونه، یک موبایل اجازه میده. خب میریم بازی میکنیم ببینیم که شیرزاد صاحب چی میکنه. خدا کنه که برنده شه که مرچ ما بخورم، چون کت مرچ قدر خوش نیست. کی خوش؟ ایتا شیرزاد صاحب شما بگیرین در گوشتون بگذارین.
سیز سیس سیز سیس من نمیفهم که آهنگ سیز آهنگ سه هوتک در بیرون است. هوتک صاحب ها هوتک صاحب آفرین. کجا است؟ هوتک در بیرون است. هوتک صاحب میایه؟ نه هوتک در بیرون است. هوتک کجا است؟ نه هوتک در بیرون است. یک بار دیگه هوتک در بیرون است. هوتک صاحب داخل است یا بیرون است؟ نه یکیشو بگو. هوتک در بیرون است. هوتک در بیرون است. نام خدا یک. حاجی در دفتر ششته. حاجی سمیم در دفتر ششته. آجی راست؟ تو باز بگو حاجی سمیم در دفتر ششته. آجی سمیم در دفتر ششته. نام خدا نام خدا. مگه میبینم من میپرسم با خدا. خب بیادر حاجی راز همراه ماست فردین راز. یک دفعه باز بگو بیادر حاجی راز همراه ماست فردین راز. برادر آجی راز ابرای ماست ها؟ یا ابراز برادر حاجی راز همراه ماست فردین راز. برادر آجی راز ابرای ماست فردین جان. سیز سه تا بیادر بابا خدا دو باخ برابر است و چی میکنه این آدم گیر آورده. برنامه بزم رفاقت. یک دفعه باز بگو برنامه بزم رفاقت. برنامه بزم رفاقت. نام خدا میادم من دیگر رو پرسان نمیگم من باختم دو باخ برابر است. ما پای پیاده دفتر میرم. من روز دفتر میرم. ما پای پیاده دفتر میرم. ما پیاده دفتر میرم. ما پیاده دفتر میرم. ما پیاده دفتر میرم. سیز. این حال نوبت من شد. خودت از 5 تا رو گفتی. ماشاءالله برای خوب یک خوبی بود که نمای آشنا را میگرفتی زیاد من میشد. قصدنی کار کردم گفتم باش که خودت ببری. کتماش خوب نیست از خودت. نه خوب. به نام خدا خوب رفت دوستای عزیز. واقعا بسیار جالب رفت. مثلا باور نمیکردم که بتونه از 5 بره. باز بین میمانای تانی چی کنین که کی زیاد این باز یک خورکشی دیگه کنین. میره مت یک کار میکنیم. این حال اینی خدمت خودت یک پلیش کو باز جملات ما از پشت خود بگو ما تکرار کنم. ما فوتسال بازی میکنم. نفهمیدم دیگه تا برو 1-0 به نفع خودت. خب. بیرون که بریم باز من امرایت کار دارم. بیرون که بریم باز من امرایت کار دارم. بیرون میریم باز من امرایت کار دارم. نفهمیدم. بیرون که بریم من امرایت ما کار بیخی دارم. بر تو پشت است. من نتونستم من زیر میال باخت خدا اعلام. خب دیگه شد صحیح باخت خدا میال. نه باش بگو دیگه که چند تا رو میبازی. صحیح چای سرد شده. چای سرد شده. نه، وقت صحیح است. سرد. پیشتر آمد. امروز مرچ باید خودت بخوری. امروز مرچ باید خودت بخوری. امروز چی کرده؟ مرچ باید خودت بخوری. امروز مرچ باید خودت بخوری. امروز مصروف چی بودم؟ امروز مرچ باید خودت بخوری. امروز اینی بعد از امروز چیزی که تلفظ بگیری نمیفهم. امروز مرچ باید خودت بخوری. امروز باختی بیادر جان. خب دیگهش سیب در قسمت تو نیست. سیب در قسمت من نیست. صحیح خوب گفت صحیح گفت. خب یک سوال دیگه مانده. یک سوالم کار مانده. 5 تا شد. چند تا رو جواب دادم؟ 2 تا را جواب دادی. یک تا را باختم. 2 تا را جواب دادم. باختم دیگه. باخت خدا قبول میکنم. پنجمی را پرسان نگو. 5 برنامه تو تا 5 پنالتی بودی. خب واقعا برنده شدی من دیگه باید بخورم. ها بیادر خوبه زیاد اون این رفته بود. کدامشو میخوری را خود؟ امار گام میخورم خوش داری. من میرم میخورم که تو دل خودت چیز نگرده. من سرکی شو بکنم.
نه ما آدم به انصاف نیستم، چیزی که اصلا نمونه میخواه. کم بخورم یا که دیگه بخورم. دلت اصول گیم اگه چی رقم سر خود تطبیق نه کن. اصولش نمیست که تو سر قرار اگر میمانا مثلا چی رقم شما تطبیق من کنید؟ میمان آزاد نمیمانم. آزاد میمان آزاد میمانم که خودش به اندازه خود اگر ببازه با اندازه خود بخوره. نه که تو اگر سخت‌ترش میسازی مشکل نیست، من کارش نمیکنم. نه دیگه مثلا نمیشه که قدر زیاد بخوری. داخل برنامه هستیم. ما باختم، مرچ خوردم. دیگه تند بود یا نبود؟ والا خوب صحیح تند بود. خب اگر گوشان جیب بینگ اسم من نمیفهمیدم کی آورده بود، تو ظالم بود. اون یک ذره شیرین. خب با عنوان پیام آخر از شیرزاد صاحب برای کسایی که جوان هستن و میخواین به موفقیت برسن، پیام اصلیش چی است و چگونه میتونه برای جوان ها یک پیام مثبته که سراپا از انرژی باشه و سراپا از پیشرفت باشه بده. کمه در خدمت الیاس جان اصلی او مهمه خبره دا ده چې د ځوان په ژوند کې د ټولو نه مهم مسله دا شی ده چې کله چې ته کامیابۍ ته رسیږي هغه ډېر ښه مدیریت کیږي، ځکه چې ته پیسې لري، امکانات لري، ټیم لري، هر څه کولی شي مدیریت کړي. کله چې ته په سختۍ کې وې د سختۍ ورځې دې ښه مدیریت کړه، سخت حالت دی، تنهایی حالت دی، ښه مدیریت کړه، ځان ته برنامه جوړه کړه څنګه خپل هدف ته رسېدلی شي. ما په خپلو ډېرو شیانو کې همداسې تجربه کړي دي دا شیانه چې ځان ته برنامه جوړه کړه، د خپل ستونزو پسې مه ګرځه، خپل د مشکلات پسې مه ګرځه، خپل ځان ته مثبت کارونه مخ ته رااچوه چې زه باید دا وکړم، زه باید دا وکړم، او هغه کارونه چې ته کوې هغې ته یو منظمه برنامه جوړه کړه. وخت چې یو برنامه ولرې، هر څومره په سخت حالت کې جیب کې د پیسې نه، په کور کې د امکانات نه، مثلا نور مشکلات ته ولرې، کار درته نشته دی، د خپل فکر نه کار واخله چې ته اول ځان څنګه مدیریت کوې، چې ځان ته پوره مثبت انرژي دې کله ورکړله ته کولی شي بیا یو کار ته قدم ووهې. وخت چې موږ خپل ځان خپل ذهن نه مدیریت کړی نو موږ نشو کولی چې پیشرفت وکړو. نو زما د ټولو ځوانانو نه دا هیله ده چې د ناهیلۍ په حالت کې چې خپل ځان مدیریت کوي، انشاءالله چې دا حالت نه پاتې کېږي. دا موږ تاسو د ژوند ټول تجربې دي چې هیڅ انسان په یو حالت نه دی پیدا شوی. بل د ټولو نه مهمه دا شی ده چې په سر د الله پاک پاچاهي ده، د الله پاک قانون دی، هغه هیڅ وخت خپل بنده مشکلاتو نه پرېږدي. خو دا چې ته خپل ژوند څومره ښه کوې هغه ستا ښه کار دی، هغه چې ته خپل ژوند څومره په ښه چارې څنګه ترسره کوې، ښه کارونه مثبت څنګه کوې، هغه ستا مربوط دی. او یو مهمه مسله دا شی ده چې هر وخت د هر ځوان په فکر کې باید دا وي چې زه باید د خلکو لپاره د خدمت داسې یو مصدر وګرځم چې ما سره یو 4-5 ملګري راټول وي. هیڅ وخت په دې فکر ونه کړي چې یوازې زما ژوند ښه وي، زه ښه موټر ولرم، زه ښه بچیان زما هر څه وخوري، زما زندګي ښه تېره شي او یو ملګری هغه نه وي. هر وخت کله چې د نور انسانانو په فکر کې شوې، الله پاک تا ته هماغه څه درکوي چې ته غواړې. نو د نور خلکو فکر ځان سره ولرئ او مثبت فکر ولرئ، انشاءالله چې کامیابی په ژوند کې راځي. انشاءالله. دوستای عزیز، پیام خیلی خوب، یک پیام مدبرانه، یک پیام استادانه بسیار خوب. راست میگم وقتی که ما اگر بتونیم خودم مدیریت کنیم، افکار خودم مدیریت کنیم، توانایی‌های خودم مدیریت کنیم، اصلا به این فکر نباشیم که ما چه ضعف داریم، چه ناتوانی داریم، فقط بیایم سر نکات مثبت خود فکر کنیم و اونا را مدیریت کنیم، 100% موفقیت بر ما شما مثل یک راه هموار میشه و ما میتونیم به بسیار خوبی و بسیار آسانی به سکوی موفقیت خود برسانیم. که این پیام کلی شیرزاد صاحب بود که ما هم همین پیام براتون میتونم که همیشه به خود باور داشته باشید. این بود برنامه بزم رفاقت. امیدوار هستم که برنامه به دلتان بوده باشه و از داشته ها و قصه های شیرزاد صاحب یگان پیام ها موضوعات بسیار زیاد داشته آموخته باشین و من هم با عنوان یک کسی که تجربیات زیاد داشت، شیرزاد صاحب ما هم از تجربیاتش استفاده میکنیم، بعضی موضوعات ازش گرفتم، گذشته از اینکه دوستم است و در کنار هم با هم دیگه کار میکنیم. برنامه یک مکتب است به قسمت رسانه ها. دیگه برنامه به دلتون بوده باشه به خاطری که بتونین برنامه‌های بعدی ما را ازش آگاهی پیدا کنین، چینل فراز سابسکرایب کنین، زنگوله را فشار بدین و منتظر برنامه بعدی ما باشین. راستی سیبم نخوریم، گرفتم یک چک بزن، یک چک دیگه هم میزنه. دوستای عزیز، ما هم یک سیبم میگیرم چون بسیار زیاد تندم کرده. دیگه شما را به خداوند پاک و به نیاز میسپارم تا برنامه بعد یا تا درود بعد. بدرود.
بزم رفاقت، راوی رازهای پنهان.